با سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی از استودیوی مرکزی در شهر پراگ تقدیم شما می شود. چالوگل خوجی هستم. همراهتان. نخست در خط موضوع برنامه امروز 17 دکامبر. در حالی که پرزیدنت روسیه تا ماه ایون سال آینده قرارش را برای دادن امتیاز دراز کرد، گردندگان روس میگویند در شرایط نارسایی کارگر ارزش کاری مهاجران 100% بالا رفت. نرخ نیروی کاری به دلیل کمبود آن 2 برابر قریب 100% بالا رفته است. زن تاجیک قصه میکند با شرافت داماد مهاجرش روزگارش را در تاجیکستان پیش میبرد. همون کرانتین سال میستیم که کاری که ویشه باید چیکار میکنیم اکا 3 سال از ماه ینور ورود تاکسی های مسافر بر از مناطق شرقی و جنوبی تاجیکستان به دوشنبه منع می شود. در پیشروی روز جهانی مهاجران که فردا جشن گرفته می شود، ولادیمیر پوتین قرار دادن سبکی در زمان پاندمی را تا ماه ایون سال آینده دراز کرد. مهلت قرار مذکور که تا این دم 2 بار دیگر تمدید یافت تا 15 دکامبر پیش بینی شده بود. به همین ترتیب مهاجرانی که کار نمی کنند تا تابستان سال آینده به گرفتن پتنت نیاز ندارند. آنهایی که مهلت پتنت و ثبت اقامتشان به پایان می رسد، به گذشتن از مرز روسیه می توانند آن را دراز کنند. قرار زیرین در شرایط تمدید گردید که روسیه چند ماه به این طرف با کمبود نیروی کاری در ساختمان ها مواجه است. چون ساکنان روسیه برای اجرای کارهای وزنین و سیاه آماده نیستند، وزارت ساختمان این کشور خواهان ساده کردن ورودی ساختمانچیان شده است. رشید توشمکوف چندین سال باز در روسیه کار و زندگی دارد. او رهبری یک شرکت نه چندان کلان ساختمان را در این کشور بر دوش دارد. این شرکت زیربنای ساختمان ها را می سازد. اکثر کل کارگران آن مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی هستند. رشید میگوید از سببی که کاری آنها موسمی است، ساختمانچان معمولا در موسم سرما به وطن و خانه‌های خود برمیگشتند. ولی به گفته او امسال نقشه شرکت ها پرره دیگر شد. بسته بودن مرزها سبب شد که کارگران در موسم کاری ساختمان ها نتوانستند به روسیه برگردند. در مسئله نیروی کاری وضعیت خیلی بد است. ما کوشش کردیم برای اجرای کارهای وزنین جسمانی کارگران عادی پیدا کنیم، ولی معلوم شد که نرخ نیروی کاری به دلیل کمبود آن 2 برابر قریب 100% بالا رفته است. خوشبختانه برای ما یکی از گروه‌های کاری ما زمستان اینجا ماندند. محض با کمک آنها ما توانستیم این موسم کار را پیش بریم. با اطلاع کمیته ساختمان روسیه، شرکت‌های بزرگ ساختمانی هم از نبود کارگران ضربه دیدند. از 77 شرکت ساختمانی 50 تای آن مشکل کمبود نیروی کاری دارد. قبلا این جایها را مهاجران پر کرده بودند. وضعیت وزارت ساختمان و خدمات کامونالی روسیه را وادار کرد که خواستار سبک کردن ورود مهاجران به روسیه شود. در خدمات مطبوعات وزارت ساختمان گفتند ورود کارگران به قلمرو روسیه تنها به کارخانه‌های اجازه داده خواهد شد که رعایت معیارهای بهداشتی را کفالت بدهند. پیشنهاد شده است شهروندان خارجی قبل از ورود به روسیه نتیجه منفی تشخیص کرونا ویروس را با خود داشته باشند. مؤسسه پایگاه میگرانت یا مهاجر باترجان شرماتوف میگوید این اقدام بهترین است، زیرا به گفته او به آنها همه روزه کارفرمایان روس برای دریافت کارگر مراجعت میکنند. به گفته او بسته بودن راه بازگشت برای مهاجران نه تنها بر ضرر ساحه ساختمان بلکه بخش‌های دیگری هم است که در آن قسم اصلی کارگران را مهاجران تشکیل می‌دادند. یک دوره بود که مهاجران گروه به وطن و خانه های خود برمیگشتند، زیرا نمیدانستند در صورتی به کرونا ویروس مبتلا شدن در روسیه چی کار خواهند کرد. میترسیدند. حالا برعکس شده است. همه میخواهند برگردند، به ما هم زیاد مراجعت میکنند. بنابراین این اقدام خیلی خوب و سری وقتی است. واقعا در همه بخش ها کارگر نمیرسد. وزارت ساختمان روسیه میگوید پیشنهاد آسان کردن ورود مهاجران ساختمانچی به روسیه با نهادهای مثل وزارت کارهای داخله و راسپاتریبنادزور موافقه شده. حالا این درخواست به حکومت روسیه ارسال شده است. طبری معلوم پاندمی کووید 19 امسال هزاران مهاجران توجیک را بیکار کرد و آنها به وطن برگشتند. حالا دقیق نیست که آنها دوباره امکان سفر به روسیه را پیدا میکنند، زیرا مرزها بسته باقی میمونند.
در همین حال گروهی از مهاجران وابسته به شرایط سنگین غریبی به قول سرشان را در روسیه سخت کرده و امسال همانجا ماندند تا زندگی نزدیکانشان را در تاجیکستان بچرخانند. به مثل قهرمان گزارشی ما محمود جان رحمتزاده و مومن احمدی که میگوید درد جدایی از زن و فرزند جانگداز است، ولی تحمل دستنگری آنها از این هم برایش سخت‌تر می بود. پیریم مهاجری 26 ساله با خوشدامنش صحبت میکند. در گردنت برشتیم بچه بخت. پیریم ساکن ناحیه واسط در ساختمان در مسکو کار میکند. او مادر ندارد و همسر و 2 فرزندش با خوشدامنش زندگی میکنند. خسروش 10 ماه پیش فوتید و تامین روزگار این خانواده بی‌سرابان به دوش پیریم افتاد. مرا صویبی میکنه، نگامون میکنه، سراغمون میکنه. خدا برکتش بده. راسیه خنکای از اوبای و کور نیست میگه هوزی پی داریم. گفت خاله جان خی کردم بگی من بچه این قوتم چندی که شوه سمت رای میکن. نبود تقاس که گذاشت گفت خاله زنی من اینجا قطعه بیسته تو دم زیقی گلکو همی جان تزیق نشوی. تو نمیای ما ایرپار میاییم. پیریم 2 سال باز امکانی بازگشت به وطن را ندارد. اول حجت‌هایش مشکل داشت، بعدم پاندمی کرونا ویروس راهش را بست. اگر سراونو مثال بازی من تاجیکستان بیام دیپورتم کنن مثال اویلای مرا کی میخرانم میپشونم. ممکن امروز پگاه ممکن هویشا آمدم کرانتین مثال میستم که کای هویشا بعد می چیکار میکنیم اکا 2 سال 3 سال. آرزویش این است که در وطن جای کار پیدا شود و برای همیشه برگردد و آرزوهای نیمه تمامش را عملی کند. سیگا با که یکم کس نمیفوره مثال ایدیل خودش بخیزه بیام مسکو. هر آدم یکم مثال مشکل داره، یکم پرابلم داره میخیزه میام مسکو کار کنیم. مثال کس میگه زن بگیریم، کس میگه خیلی کنم زندگیم قین نشوده. مثال ساختمان داشتم کنیم کلمون. نیمی مثال خانه علا خانه در مکادم نیمش مون. مثال سرانو فرزندو را یاد میکنی در این غریبی کی یاد نمیکنه فرزندشه. صبر میکنیم توقت میکنیم انشالله با امر الله میشوه. چیکار میکنیم؟ همسرش که بیشک پزمان شوهرش شده است نخواست در حضور مادر و خبرنگار درد دلش را با او بگوید. برنامه را ادامه میدیم. دیروز در حالی که قزاقستان روز استقلال را جشن میگرفت، صدها هواداری مخالفین حکومت در شهر الماتو با طلب رهایی محبوسان سیاسی راهپیمایی اعتراضی برپا کردند. طلب دیگر مردم گرد آمده در میدان جمهوری شهر الماتو برگزاری انتخابات عادلانه و ثبت نام حزب‌های مخالف حکومت برای شرکت در انتخابات پارلمانتی 10 ینوری سال آینده بود. 16 دکامبر در تاریخ قزاقستان معاصر نه تنها برای روز استقلال بودن مهم است. سال 1986 جوانان قزاق بر ضد کرمل اعتراضی دست جمعی تشکیل کرده بودند که با نام ژولتوقسان معروف است. 16 دکامبر سال 2011 مقامات قزاقستان در شهر ژناوزن به طرف کارگران اعتراضگر آتش گشوده کمش 14 نفر را به قتل رساندند. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. ولی خبرهای ما را پیگیری کنید. شهرداری دوشنبه تصمیم گرفته است از ماه ینور ورود ماشین‌های سبکروی مسافربر یا تاکسی ها را به حدود پایتخت محدود سازد. همکنون راننده‌های این مسافربرها وظیفه دارند نیازمندان را در ترمینال‌های شرقی و جنوبی فرارند و آنها توسط نقلیات جمعیتی تا جای ضروری خود را برسانند. مسافران میگویند بعد از مورد اجرا قرار گرفتن این قرار شهرداری، نرخ سفر به دوشنبه و برعکس به منطقه ها برای مسافران تا 20% گرانتر می شود. امردین اولیم و اسکندر فیروز این موضوع را پیگیری کردند.
طبق قرار شهرداری از سال نو میلادی ورود تاکسی ها از مناطق شرقی و جنوبی تاجیکستان به پایتخت کشور منع می شود. در سامانه شهرداری دوشنبه تاکید شده است که این امر با مقصد به تنظیم درآوردن واسطه های نقلیات مسافربری به حدود شهر دوشنبه وارد شونده و خطهای سیر داخلی شهری، کاهش دادن شدتناکی حرکت واسطه های نقلیات در جاده های پایتخت روی دست گرفته می شود. ترمینال مسافربری شرق ترانس در نزد دروازه شرقی پایتخت برای مسافربرهای سمت وادی رشت و منطقه کولاب و ولایت بدخشان پیش بینی شده است. راننده ها میگویند این قرار به جای به آنها ضربه نمیزند ولی میتواند شمار مسافرانشان را کاهش دهد. ما против نیستیم، مثال مقابل قرار نیستیم. ما پروسه پاساژیرایی که میشینند در ماشین ما میگن که ما را توبه بر автоцентри خونه بودگی را ایش دستی و مثال بسیارش بعد پرتنزی میکنن نمیشینن میگه که مثال ما تو کارون میریم. تا حال تاکسی های سمت ولایت مختار کوهستانی بدخشان در اتوکالانه موسوم به 29-27 جمع می شوند. از اینجا مسافر می گیرند و به راه می برایند. مسافران سمت بدخشان معمولا با بار و اموال زیاد به سفر می برایند. ایره یک تاکسی زکات میکنی 120 سومون میگیره تا 9 کیلومتر ممکن. با اینجا باز 300 سوم سوار میشی تو پامیر چند سوم میشه؟ 350 سومون در کور بو میخری 550 سومون در کور یک رفتن ده. حاضر 350 سوم قد میره. باری کلام باشد باری کم باشد. نقلیات مسافربر از ناحیه رودکی و ولایت ختلان توسط دروازه جنوبی با جایگیرشوی آنها در ترمینال مسافربری تاجیک ترانس معین کرده شده است. قرار با مسافرکش‌های سمت ولایت سوخت و وادی حصار ربط ندارد، زیرا به گفته مسئولین آنها حالا نیز تا کنار شهر می آیند. اجرای قرار نو به دوش وزارت نقلیات کشور واگذار شده است. اما پیرو چهارشنبه افشار اقتصادی میگوید که هرچند چنین تجربه در بیشتر از کشورهای جهان رایج است، اما به جیب مردم تاثیر میگذارد. زیرا با نقلیات بین شهری فقط تا سرحد شهر میرسند و در درون شهر لازم میشود که به نقلیات دیگر سوار شوند. یا البته خراجات زیادتر طلب میکنند، لیکن اگر از طرف حکومت دارون این طرف مسئله تنظیم خوب شود، یعنی پس نمودن نرخ راهپولی نقلیات بین شهری تا درجه با نظر داشته که مسافه تعیین نموده اون نقلیات کمتر میگردد. صاحب نظران میگویند از یک سو هدف شهرداری برای تنظیم حرکت نقلیات در کوچه های دوشنبه باعث تحسین است، اما حدس میزنند که این نوآوری باعث می شود که پلیسی را با هر بهانه از ورود نقلیات شخصی ساکنان منطقه های مختلف به دوشنبه جلوگیری کرده شرایط را برای رشوه‌خوری فراهم کنند. و یک خبر دیگر هم داریم. دستان کل روسیه با یک قرار 4 شهروند تاجیکستان را که به صادر کردن جنایت‌های مختلف در حدود این کشور متهم می‌شوند به دوشنبه استرداد کرد. در نواری شبکه تلویزیونی رنتو دیروز لحظه به فرودگاه دمدید و آوردن گمانبران با دستان بسته نمایش داده شد. دستان روسیه گفته است یکی از آنها به کشتار و همزمان با آن گمانبر است که سال 2009 در دوشنبه با سلاح پلاسماسی به شهروند چین حمله کرده 26,000 دلار او را از خود نموده است. 2 نفر دیگری استرداد شده به غارتگری و قاچاق مواد مخدر متهم می شوند. گمانبر چهارم باشد که باعث فروشنده بلیط هواپیما کار می کرده است. برای درآمد بیشتر 171 بلیط را با نرخ‌های برای شهروندان نابالغ مقرر شده فروخته است. بینندگان عزیز، با همین خبر می رسیم به پایان برنامه امروز. اخبار از این بیشتر و چون همیشه می توانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و البته نوارهای روز رو ما پیوسته در صفحه خودمان در آزادی ویدیو در یوتیوب میگذاریم. فراموش نکنید فردا باز هم با خبرهای تازه شما را منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما عزیز.